سلام و درود بچه‌ها، به چنل من خوش اومدید. بچه‌ها توی این ویدیو قراره راجع به مرگ باهاتون صحبت بکنم و بهتون بگم که واکنش بدن ما نسبت به مرگ چیه، چون که هممون صادقانه بخوایم باشیم میدونیم که یه روزی بالاخره قراره بمیریم و مرگ چیزی نیستش که بتونیم ازش فرار بکنیم. پس واسه همین من خواستم که راجع به این موضوع بهتون یه سری اطلاعات بدم. اگر دوست داشتید از ویدیو خوشتون اومد ازم حمایت بکنید، چنلمو سابسکرایب بکنید، ویدیومو لایک کنید و نظرتونم تو کامنت ها واسم بنویسید. دوست داشتید زنگوله نوتیفیکیشن هم آن بکنید تا وقتی ویدیو گذاشتم یوتیوب سریع با خبرتون بکنه، تا اولین نفری باشید که ویدیومو میبینید. حرف دیگه باقی نمیمونه، بریم سراغ اصل مطلب. اولین سوالی که واسمون پیش میاد اینه که آیا مغز ما نسبت به مرگ آگاه یا نه؟ بچه باید بهتون بگم که افرادی که به دلیل ایست قلبی مردن و با شوک الکتریکی به این دنیا برگشتن متوجه شدن که مغزشون تونسته اون لحظه مرگ رو واسه شون به یاد بیاره، یعنی مغزه تونسته اون لحظه رو اسکن بکنه. پس باید بهتون بگم که مغز از مرگ آگاهه. بچه حالا از مغزمون بگذریم بخوایم بریم سراغ بدنمون، باید بهتون بگم که در زمان مرگ تمام ماهیچه‌های بدنمون شل میشن و خب این یه چیز طبیعیه، چون که روح از جسممون جدا شده. بدنمون رنگ پریده میشه. یعنی چی؟ برای اکثر افراد که پوست روشن دارن اولین نشونه مرگ رنگ پریدگیه. دلیلش هم اینه که مویرگ‌های بدن این افراد گردش خون رو متوقف میکنن و پوستشون رنگ پریده میشه. شاید باورتون هم نشه، فقط و فقط 15 تا 25 دقیقه پس از مرگ این اتفاق میفته. اتفاق عجیب دیگه ای هم که واسمون میفته اینه که بدن انسان پس از مرگ سرد میشه. یعنی چی؟ به طور معمول دمای بدن انسان در حالت استراحت حدود 37 درجه سانتیگراده که این به دلیل انرژیه که برای زنده نگه داشتن ما صرف میشه و خب مسلما وقتی که ما زنده نباشیم دمای بدنمون پایین‌تر میاد. اتفاق بعدی اینه که بدن ما سفت میشه. بعد از مرگ ماهیچه‌های بدن در فرآیندی به اسم سفتی مرگ شروع به سخت شدن میکنن. ماهیچه‌ها به دلیل یک واکنش شیمیایی که زمانی رخ میده که سیستم عصبی دیگه قادر به انجام کار خودش نباشه سفت میشن. این اتفاق 2 تا 3 ساعت بعد از مرگ اتفاق میفته و تا زمانی که بدن شروع به پوسیدگی کنه ادامه پیدا میکنه. اتفاق عجیب بعدی اینه که بدن ما نفخ میکنه. بعد از مرگ بسیاری از بافت‌ها و سلول‌های بدن برای مدت کوتاهی زنده میمونن. از اونجایی که باکتری‌های روده شروع به تجزیه بخش‌هایی از بدن میکنن، این بافت‌ها به روش‌های عجیب و بدبو واکنش نشون میدن و واکنش شیمیایی در داخل جسد ما باعث نفخ شکم میشه. بعد از این اتفاق یه اتفاق ترسناک واسه جسممون رخ میده. همونطور که باکتری‌ها و آنزیم‌ها در بدن به کار خودشون ادامه میدن و نفخ همچنان رخ میده، چشمامون هم از حدقه بیرون میزنه. دلیلش هم همین واکنش‌های شیمیایی هستن که توی بدنمون رخ میدن. البته این اتفاق برای اجسادی که بعد از مرگ مومیایی شدن اتفاق نمیافته. یه اتفاق جالب که واسه جسدها رخ میده اینه که زبونشون از دهنشون بیرون میاد و این به دلیل اینه که با ادامه تجزیه بافت‌های بدن و واکنش‌های شیمیایی برای تولید گازهای اضافی زبونشون متورم میشه و در نهایت از دهنشون خارج میشه. بچه بعد از همه این اتفاقا بدنمون در نهایت شروع به پوسیدگی میکنه و بو میگیره. همونطور که پوسیدگی شروع میشه و بدن شروع به تجزیه و مایع شدن میکنه، پوست جسد تاولهایی میزنه که به قدری شکننده و کم آب میشه که هر لمسی احتمالا میتونه باعث ریزش اون بشه. همونطور که گفتم جسد انسان پس از مرگ بو هم میگیره. گازی که در اثر تجزیه بدن ایجاد میشه نه تنها باعث نفخ بدن میشه بلکه بسیار بدبو هم هست. بچه آخرین نکته‌ای که میخوام بهتون بگم راجع به این موضوع، به جرئت میتونم بگم که جالب ترین و عجیب ترین فکتیه که میخوام راجع به مرگ بهتون بگم. بچه‌ها ناخون‌ها و موی انسان بعد از مرگ به رشد خودشون ادامه میدن. بچه‌ها البته بذارید بهتون دقیق تر بگم، این به این معنا نیستش که ناخون‌ها و موی ما پس از مرگ رشد میکنه. نه،
رشدشون متوقف میشن. اما خب به این دلیل که پوستی که موها و ناخنهای ما رو احاطه کردن، پس از مرگ شروع به عقب نشینی میکنن، چون که رطوبت خودشون رو از دست دادن و واسه همین توهم رو ایجاد میکنن که مو و ناخنهای دست ما بعد از مرگ همچنان انگار رشد میکنن، ولی خب در اصل رشد نمیکنن و ما فکر میکنیم که دارن رشد میکنن. خب بچه‌ها رسیدیم به آخر ویدیو. امیدوارم که این ویدیو واسهتون جذاب بوده باشه. اگر اینطور بود ویدیومو لایک کنید، چنلمو سابسکرایب کنید و نظرتون هم توی کامنت واسم راجع به این ویدیو بنویسید. دوست داشتید زنگولم فعال بکنید تا ویدیو گذاشتم حتما از ویدیوم باخبر بشید و اولین کسی باشید که میاد ویدیومو میبینید. حرف دیگه باقی نمیمونه تا ویدیو بعدی. بدرود.